علیرضا دبیر. چرا این روزا همه درباره علیرضا دبیر صحبت میکنن؟ کشتی رو از باشگاه 13 آبان شهر ری شروع کرد. تو المپیک 2000 سیدنی بعد از یه رقابت نفسگیر مدال طلا رو مال خودش کرد. دبیر 4 بار قهرمان جهان شد و مجموعاً 16 طلا و 6 نقره در المپیک و مسابقات جهانی کسب کرد. بعد از کناره‌گیری از کشتی به کارهای مدیریتی رو آورد و از سال 98 که رئیس فدراسیون شد، کشتی ایران دوباره اوج گرفت. قهرمانی‌های جهانی در همه رده‌های سنی، بازسازی خانه‌های کشتی، ساخت بزرگترین کمپ کشتی دنیا در تهران و قهرمانی همزمان تیم‌های ملی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی 2025 تنها بخشی از کارنامه مدیریتیشه. علیرضا دبیر نمونه یک مدیر متخصص و موفقه که علیرغم همه فشارها و حاشیه‌ها پرچم کشتی ایران رو بالاتر برده. پرچمت بالاست، مرد طلایی کشتی ایران.